خدمات علاقه تاجیکستان فروش تلفن‌های موبیلی در کشور را بدون سرتیفیکات این نهاد منع کرده است. تاجران باید برای فروش هر نوع تلفن موبیلی از خدمات علاقه سرتیفیکات مطابقت دریافت کنند. خدمات علاقه که از طرف تاجیکستان در چخلیم اکریدیتاسیا یا وکالتنامه میگیریم برای گذراندن کارهای لابراتوری که در آینده برای همین تلفن موبیلی هم همچون تجهیزات علاقه به حساب می رود، باید سرتیفیکات مطابقت داشته باشد برای اینکه انتقال و قبول موج در بر میگیرد. مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان دریافت حتمی سرتیفیکات برای فروش هر تلفن موبیلی را بالا بردن سطح خدمت رسانی در بخش علاقه موبیلی عنوان کردند. هم برای بخطری هم برای صحت و سلامتی استفاده برندگان برای مانده شده است. دیگر نهادی نیست. سرتیفیکات و یا اجازه خدمات علاقه را تاجران تلفن‌های موبیلی پس از آموزش صفت تلفن‌ها دریافت خواهند کرد. از تصمیم خدمات علاقه درباره گرفتن سرتیفیکات مطابقت برای تلفن‌های موبیل ظاهراً اکثر فروشنده های چکنه فروش تلفن های موبیلی خبر ندارند و یک قسم کمی آنها هم که از این چیز آگاهی دارند میگن کوشش های چندین کراتشان برای گرفتن سرتیفیکات مطابقت به نتیجه بود است، چون در مقامات از جمله در خدمات علاقه با آنها گفتند که تلفن های آنها اصلی نیستند، استحصال دولت چین هستند و برای این خاطر با آنها نمیتوانند سرتیفیکات مطابقت بدهند. سرتیفیکات مطابقت برای فروش تلفن‌های موبیلی بر عوض مبلغ داده می شود. مسئولان خدمات علاقه گفتند که در نیمه اول سال جاری برای نقض این مقررات علیه 4 نفر را مجازات کردند.